یعنی 10 تا از بهترین های امت رسول الله را میخوام خدمتتون معرفی بکنم. اول، پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسی که قرآن را یاد بگیره و برای دیگران تعلیم بده از جمله بهترین های این امت است. خیرکم من تعلم القرآن و علمه. کسی که قرآن را میآموزد و برای دیگران تعلیمش میدهد از جمله بهترین های این امت است. یعنی بهترین انسان است، خوبترین انسان است. هم قرآن یاد گرفته، هم برای دیگران تعلیم میده. حالا تعلیم قرآن از طریق آنلاین باشه، تفسیر باشه، به اصطلاح متن معنای قرآن باشه، تجوید قرآن باشه، هر نوعی از تعلیم قرآن را شامل میشه. این اولین گروه از جمله بهترین های امت رسول الله صلی الله علیه و سلم. دوم، پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم میفرمایند بهترین شما کسانی هستند که خوش اخلاق ترین باشند. خیارکم احسنکم اخلاقا یا اخلاقا. از جمله بهترین های شما کسانی هستند که به اصطلاح خوش اخلاق ترین باشند. این در برابر افراد جامعه، در برابر خانواده، در برابر همه مردم. همیشه لب پرخنده دارد، جبین باز دارد، عفو و گذشت دارد، تسامح و آسانگیری دارد، انسان صادق و امین است، آدم با اخلاق. این از جمله بهترین هاست. سوم، پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم میفرمایند بهترین شما کسی است که با همسرش، خانوادهش خوب باشد. خیرکم لاهلی و انا خیرکم لاهلی. از جمله بهترین های این امت کسانی هستند که با همسرش، خانوادهش رفتار خوب داشته باشه. متاسفانه بسیار از مردم ما میبینی با همه مردم خوب است اما با خانوادهش زشت است. یعنی در بیرون وقتی او را میبینن فکر میکنن که فرشته است، ولی زمانی که داخل خانه میای نظام خانواده رو تبدیل به جهنم کرده. حالا هر کسی که باشه، مستفید باشه، پدر باشه، مادر باشه یا اعضای دیگر خانواده باشه، در حالی که اسلام میگه بهترین شما کسانی هستند که با خانوادهش رفتار خوب دارن، یعنی با همسرش اخلاق و رفتار تعامل خوبی داشته باشه. چهارم، پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم میفرمایند از جمله بهترین های این امت کسانی هستند که من اطعم الطعام و رد السلام. یعنی کسایی که طعام میدن برای دیگران، یعنی سخاوتمندی دارن، سفره دارن، مهمان نوازی دارن و پاسخ سلام به مردم را به خوبی میدن. ما در جامعه افرادی داریم که متاسفانه وقتی بود سلام میکنی حتی حاضر به علیک سلامتان نیست. ولی اسلام میگوید که از جمله بهترین های این امت کسانی هستند که سخاوتمندی دارن و پاسخ سلام دیگران را به خوبی میدن، یعنی از جمله بهترین ها هستند. و پنجم، پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم میفرمایند این خیلی مهمه، از جمله بهترین های این امت کسانی هستند که الله اکبر، این خیلی مهمه، خیلی مهمه. خیرکم من یرجی خیرو. کسانی که مردم به خیر و خوبیش امیدوار هستند و از شر و بدیش در امان هستند. یعنی آنقدر انسان خوبی هست که هر کسی ازش به اصطلاح احساس خیر داره، نیت خیر داره. یعنی هر کسی امیدوار است به خیر و خوبی انسان. اگر سرمایه داره مثلا به سرمایه‌اش امیدوار هستند که انسان سخی است، نفعش برای دیگران میرسه. اگر علم داره به علمش امیدوار هستند که منفعتش برای دیگران. اگر به قدرت است به قدرتش امیدوار هستند. یعنی از جمله بهترین های این امت کسانی هستند که به اصطلاح مردم خیر و خوبیش امید دارن و از شر و بدیش در امان هستند، یعنی هیچ نوعی بدیش برای دیگران نمیرسد. و ششمین گروه از جمله بهترین های این امت کسانی که اسلام میگوید بهترین هستند خیرکم احسنکم قضاء. یعنی بهترین شما از جمله افراد امت کسانی هستند که در قضا، سارنوالی، در منازعات ذات البینی، در حل و فصل به اصطلاح مسائل بین مردم به صورت عادلانه قضاوت میکنن، یعنی خوب قضاوت میکنن. اگر داور انتخاب میشوند، محاکم انتخاب میشوند، قاضی انتخاب میشوند، تمام فیصله‌هایش به اساس عدالت است، به اساس رضایت الله تبارک و تعالی است. یعنی کسایی که خوب قضاوت میکنن الله تبارک و تعالی این از جمله بهترین ها قرار داده در اسلام. یا دیدی خوب دارن، همیشه در مورد مردم قضاوت منفی ندارن، قضاوت خوب دارن، همه را بهتر میبینن، خوبتر میبینن. بعضی انسان ها آنقدر منفی نگر هستن که غیر خودشان دیگه همه جهنمی میبینن، همه را منفی میبینن، همه را بد میبینن. نه، بهترین شما کسانی هستند که خوب قضاوت میکنن. یه از جمله بهترین ها است. هفتم از جمله بهترین های این امت خیر الناس من طال عمره. الله اکبر. بهترین شما کسانی هستند که عمر طولانی دارن و عمل حسنه دارن. یعنی عمرش طولانی هست و در کنار عمرش و حسن عملو، عمل نیکش خیلی زیاده، عمل صالحش زیاده. اگر عمر طولانی باشه عمل صالح نباشه چی به درد ما میخوره؟ چی سودی برای ما داره؟ بنابراین بهترین شما کسانی هستند که هم عمر طولانی دارن هم عمل حسنه دارن. این از جمله هفتمین گروه است. هشتم، پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم میفرمایند خیر الناس من ینفع الناس. الله اکبر.
بهترین شما کسانی هستند که نفعش برای مردم برسه، یعنی یک منفعتی برای جامعه و برای مردم داشته باشه، منفعت مالش، منفعت قدرتش، منفعت علمش، منفعت اخلاقش، منفعت خیرخواهی و به اصطلاح اصلاح ذات البینش برای دیگران برسدی از جمله بهترین های این امت است. نهم، پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم میفرمان خیر الناس، از جمله بهترین های مردم کسانی هستند که ذو القلب المخموم و اللسان الصادق، یعنی کسایی که قلب پاکیزه دارن، قلب تقی نقی دارن، در قلبش حسادت نیست، کینه نیست، بغض نیست، عداوت نیست، دشمنی نیست، دلش نسبت به دیگران پاک است، همه را خوب میبیند، پاک میبیند، قلب تمیزی داره، مثل قلب پرنده باری، و در کنارش زبان راستگو دارد، دروغ نمیگه، خیانت و دغل‌بازی نمیگه. از جمله بهترین های این امتن. الله اکبر. کسانی که صاحب قلب مخموم و لسان صادق هستند. و دهم، آخرین گروه از جمله بهترین های این امت، رسول ما صلی الله علیه وسلم میفرمان خیر الاصحاب عند الله خیرکم لصاحبی. بهترین ها نزد خداوند از جمله این 10 گروه، بهترین شما نزد الله کسانی است که رفیقی است که برای رفیقش بهترین باشه، دوستی است که برای دوستش بهترین باشه، همسایه است که برای همسایش بهترین باشه، یعنی نفعش برای رفیقش، برای همسایش، برای دوستش برسه. پس هر کسی برای دوست خودش صادق باشه، برای دوست خودش خوب باشه، برای همسایه خودش خوب باشه، و به نزد الله تبارک و تعالی هم از جمله بهترین هاست. بنابراین عزیزان من، این 10 گروه را پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اینا از جمله بهترین های این امت هستند. جالب اینجاست که یکی از این 10 گروه نبود کسایی که نماز زیاد میخوانند، کسایی که روزه زیاد میگیرن، کسایی که مثلا بعضی از حج زیاد میروند، نه، بلکه تمام اینها برمیگرده به اخلاق اجتماعی، به نزاکت‌های اجتماعی، به اخلاق فردی. چگونه اسلام از ما یک شخصیت خوب میسازه. به همون لحاظ اسلام عزیز میگه بهترین کسی است که نفعش به دیگران برسه، بهترین کسی است که دل پاک داشته باشه، بهترین کسی است که به اصطلاح صادق باشه، بهترین کسی است که در برابر مردم تعامل خوب داشته باشه، بهترین کسی است که مردم امیدوار به خوبی‌هایش باشه، بهترین کسی است که قرآن میآموزه، درس میخوانه، دانش داره، بهترین کسی است که فلان خوبی و ویژگی داشته باشه. پس هر کدام از ما و شما عزیزان تلاش بکنیم تا از جمله این بهترین ها باشیم. اگر از جمله اینها هستید، شاید ممکن کسی بگه الحمدلله من قرآن آموختم برای دیگران تعلیم میدم، شاید کسی بگه الحمدلله من نفعم برای دیگران میرسه، شاید کسی بگه من پاسخ سلام رو به خوبی میدم، شاید کسی بگوید که من الحمدلله سخی هستم، شاید کسی بگوید من به صاحبم رفیقم خیلی آدم خوبی هستم، به همسایم خوب هستم. پس اگر این خوبی ها در شما هست، شما از جمله بهترین های این امت هستید. موفق و مؤید باشین. السلام علیکم و رحمت الله.